امشب دوباره توی مراسمش هممون رو شوکه کرد که البته چیز عجیب و جدیدی نیست. من همیشه توی مراسم‌های اپل شوکه میشم، اما توی این مراسم آیفونی معرفی شد که از یک کتاب هم باریکتر و نازکتر، ایرپادی معرفی شد که میتونه مترجم همزمانت باشه و اپل واچایی که احتمالاً از دکترای واقعی هم بهتر میتونن سلامتی تو کنترل کنن. الان ساعت از 12 تقریبا گذشته. این صدای من رو وقتی میشنوین هول نکنین، از ساعت 12 به بعد من کلا تبدیل به موجود دیگه میشم. اما لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله هم حتما بزنین که وقتی که ویدیومون آپلود میشه اولین نفر خودتون خبر بشین. توی این مراسم اپل 4 تا مدل آیفون از سری آیفون های 17 معرفی کرد، 3 مدل اپل واچ معرفی کرد و گل سرسبد از نظر بنده ایرپاد پرو 3، اما از نظر خود اپل قاعدتا گل سرسبد مجلس آیفون است که با اونا شروع نکرد، با ایرپاد پرو 3 شروع کرد، اما من با آیفون 17 نورمال براتون شروع میکنم ویدیومو. آیفون 17 نورمالمون خیلی شبیه به آیفون 16 ولی خب قاعدتا یه سری فیچر و یه سری ویژگی جدید و یه سری تغییراتی بهش اضافه شده، اما ظاهرا بسیار شبیه. صفحه نمایش 120 هرتز داره که البته خود اپل گفته که با توجه به کاری که شما میکنین از 1 هرتز تا 120 هرتز خودش به صورت اتومات میتونه تکون بخوره و جابجا بشه. بهش میگن پروموشن. روشنایی صفحه 3000 نیتس داره که بسیار عدد بزرگیه و زیادیه در اصل، که میدونین دیگه این روشنایی برای اینه که شما توی نور زیاد آفتاب بتونید صفحه رو بهتر ببینید. آیفون 17 یه سلفی کامرای 18 مگاپیکسلی داره با یه ویژگی بسیار جالب به اسم سنتر استیج که توی تمام 4 مدل این سری 17 آیفون ها میتونین در واقع ببینینش. به این شکل که وقتی که از سلفی کامراتون استفاده میکنین تصویر شما رو در سنتر قرار میده و اگر لازم باشه، یعنی مثلا اگر آدم‌های بیشتری به تصویر شما اد بشن، خودش به کمک هوش مصنوعی تصویر رو از حالت عمودی به افقی تغییر میده، شما رو توی سنترش میندازه و از این جور مسائل دیگه لازم نیست دستی این کار رو انجام بدین. یه مین کامera یا دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی هم داره. راجع به شارژ دیش هم بخوام بهتون بگم، توی ایونت اینطور گفته شد که با یک بار شارژ کردن 1 روز کامل شما میتونید از گوشیتون استفاده بکنین. به نسبت ورژن قبلیش هم 8 ساعت پخش ویدیویی بیشتر به شما میده. البته من باز تاکید بکنم این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم تمامشون توی در واقع ایونت معرفی اینا اومده. اگر آیفون ها به دستمون برسه و به دست این کسایی که ریویو میکنن برسه، معلوم نیست اینا چقدر در واقع یکیان با دیتا هایی که خود اپل داده. باید بررسیشن ببینیم که به چه شکل پیش میره. در ادامه بهتون بگم که 8 گیگابایت رم دارین توی این گوشی، ظرفیتتون از 256 شروع میشه، یعنی دیگه 128 نداریم گزینه‌شو. آپشن 512 هم در اصل داریم. قیمت آیفون 17 نورمال $799 اعلام شده. حالا اینکه تو کشور عزیزمون به چه مبلغی فروخته میشه من نمیدونم، من بودجه‌شو ندارم، چه برسه به پرو مکسش، همینم ندارم. این آیفون توی 5 تا رنگ عرضه شده که اون سبز چمنیه که توی آیفون 12 مینی داشتیم هم بهش اضافه شده. من دیدم اون موقع که دیگه این سبز چمنیه رو اد نکردن بسیار قصه خوردم و یاد آیفون 12 مینی افتادم، ولی اپل این رنگ رو برگردونده. چیپ A19 A19 توی این گوشی استفاده شده که با تکنولوژی 3 نانومتری در واقع تولید شده. بسیار چیپست قدرتمندیه و میرسیم به آیفون 17 ایر که گویا باریکترین و نازکترین گوشی تاریخ اپله. توی تیزرش این گوشی رو انگشتش گذاشته بود که نشون بده چقدر باریکه و بسیار هم سبکه. گویا ضخامتش 5.6 میلیمتره. اگر مثلا میخواین مقایسه بکنین، توی آیفون 16 ما ضخامت 6.9 میلیمتری داریم، یا مثلا توی S25 Edge ما ضخامت 5.8 میلیمتری داریم. این گوشی یعنی آیفون ایر از S25 Edge هم باریک‌تره. اما این قضیه باریک بودن و نازک بودن تنها سورپرایزی نبود که اپل توی آیفون ایر برامون رو کرد. این گوشی یک چیز جالب دیگه هم داره، اونم اینه که اپل در اون از خشاب فیزیکی سیم کارت استفاده نکرده و توی این گوشی از ای سیم بهره برده شده، یعنی که دیگه اون خشابه رو شما ندارین. به صورت، اگر بخوام خیلی کلی بگم، به صورت آنلاین شمارتون رو روی این گوشی بالا میارین. اما این سیستم و این فیچر توی کشور عزیز ما کار نمیکنه، چون مثلا یه سری اپراتور مثل همراه اول یا ایرانسل زیر ساخت همچین چیزی رو ندارن. پس دلتون خوش نکنین. اگر فقط از اونایی هستین که سفر اروپا زیاد میرین میاین، این گوشی رو بگیرید. اگه در کشور خودمون ساکن هستین و فقط بین شهری سفر میکنین، این گوشی خیلی به دردتون نمیخوره. اطلاعات دیگه که بخوام راجع به این گوشی بهتون بدم اینه که روشنایی 3000 نیتس داره، از چیپست A19 پرو توش استفاده شده. توی پشتش برای اولین بار از سرامیک شیلد 2 استفاده شده که گویا تا 3 برابر از نظر خط و خش و اینا مقاوم‌تر نسبت به گوشی‌های دیگه اپل. یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی پشت گوشی دارین، یه سلفی کامرای 18
مگاپیکسلی جلوی گوشی دارین. اون داستان سنتر استیج که گفتم تصویرتون رو وسط صفحه قرار میده توی تمام آیفون ها هست و توی این آیفون شما یه آپشن بامزه دیگه هم دارین. وقتی که دارین فیلم میگیرین وقتی که دارین فیلم میگیرین هم دوربین عقبتون کار میکنه، هم میتونین سلفی بگیرین، مثلا برای روی وقتی که رفتین کنسرت و اینا به درد میخوره که بتونین ریاکشنتون رو هم ثبت بکنین وقتی که دارین از خواننده فیلم میگیرین. قبل از اینکه برم سراغ آیفون 17 پرو بهتون میگم که توی این مراسم اپل برای آیفوناش یه بندی هم معرفی کرد که اینجوری میندازین بنده رو دور گردنتون، سوار دوچرخه میشین، سنگین ادا. این بنده از اپل واچاش بیشتر منو سورپرایز کرد از شما. نوبت آیفون 17 پرو که شد من گفتم این گوشی دیگه رفت توی لیگ دیگه. اصلا طراحی کلا قاطی شد، عوض شد. یه دوربین سه‌گانه دارین، یعنی 3 تا سنسور 48 مگاپیکسلی اون پشت دارین، زوم 8 برابر دارین، بعد یه رنگی دارین نارنجی. من اصلا این رنگ رو تا حالا ندیدم. نمیدونم هم کدوم افراد میرن این نارنجی رو بگیرن چون زشته ولی جالبه. نظر من رو بخوان بچه‌های استودیو میگفتن خیلی جالبه و خیلی زیباست. از نظر من اصلا زیبا نبود این رنگ نارنجی، یعنی آجوری بود، مثلا نارنجی هم نبود، یه نارنجی کدری بود. ولی به هر حال توی آیفون 17 پرو کلا یه دنیای دیگه ای وارد شدیم. توی این گوشی هم در پنل جلویی و هم در پنل عقبی شما سرامیک شیلد 2 رو دارین که نسبت به نسل‌های قبلی تا 3 برابر مقاوم‌تره در برابر خط و خراش. و توی این گوشی بزرگترین باتری تاریخ گوشی‌های اپل رو دارین، یعنی یه بار شارژ بکنین دیگه تمومه. راجع به قیمت این گوشی هم بخوام بهتون بگم، $1099 قیمت آیفون 17 پرو، 1199 تا قیمت آیفون 17 پرو مکس. خیلی هم توضیح دیگه اپل راجع به اون گوشی پرو مکسش نداد، فقط میدونیم که بزرگتر از گوشی پروشه. این 4 تا گوشی رو بذاریم کنار، میرسیم به محصول مورد علاقه من که چیزی نیست جز ایرپاد پرو 3 که من نمیدونم چرا 2-3 سال پیش ایرپاد 3 رو داد بیرون، بعد این همه سال تصمیم گرفت گزینه پروش رو بده بیرون که بسیار هم هیجان انگیز بود. خود اپل معرفی ایرپاد رو از نظر من بسیار جالب بود، چون گفتش که من روی چندین هزار آدم اومدم ریسرچ انجام دادم روی گوش هاشون و نهایتاً بعد از تمام این ریسرچ ها رسیدم به یک طراحی که یک مقدار کوچیک‌تر از نسل‌های قبلیشه. یک چیزی که ایرپاد پرو 3 خیلی توش عملکرد قوی داشته نویز کنسلینگش، همون حذف نویزشه که به نسبت ورژن‌های قبلی تا 4 برابر حذف نویز بهتری داره. و اما شاهکار این ایرپاد ترجمه همزمانشه. یعنی چی؟ یعنی شما ایرپاد رو میذاری تو گوشت، یه سورپرایز مجلس بود. ایرپاد رو میذاری تو گوشت، یک خانمی مثلا به فارسی داره حرف میزنه، ایرپاد صدای خانومه رو میاره پایین‌تر، کم میکنه و به صورت همزمان برای شما به زبانی که بفهمیش اون رو ترجمه میکنه. بعدم میتونی اینجوری گوشیتو بگیری جلوش، برات حرفی که میخوای بزنی، یعنی حرف میزنی ایرپادت میشنوه، همزمان براش ترجمه میکنه که اون خانومه هم ببینه. و اما اگر دو طرفی که این مکالمه رو دارن انجام میدن ایرپاد پرو 3 توی گوششون داشته باشن دیگه تمامه، چون این ترجمه صدای اون شخصی که داره حرف میزنه رو کم میکنه از جانب دو طرف و همزمان ترجمه میکنه دیگه. عملاً مثل این فیلم‌های سایفای بود این قسمت از مراسم. یعنی من یه لحظه دیدم اینکه دو نفر که زبون همو نمیفهمن با ایرپاد توی گوش دارن با هم دیگه حرف میزنن، ترسیدم واقعا. در ادامه اینو بهتون بگم که توی این داستان ورزش و اینا یک سری فیچر جدید بهش اضافه شده. مثلا ضربان قلب شما رو موقع ورزش میتونه اندازه بگیره، انگار که دیگه همون کاری که اپل واچ قراره براتون بکنه رو این ایرپاد انجام میده. گواهینامه IP57 داره، یعنی اینکه نسبت به آب و نسبت به تعریق عرق بکنین خلاصه چیزیش نمیشه دیگه. برای ورزش کردن یک آپشن بسیار عالیه، گویا تا 10 ساعت هم شارژ نگه میداره. و نهایتا میرسیم به معرفی اپل واچ ها که اومد 3 تا ساعت هوشمند معرفی کرد، یه دونه سری 11، یه دونه SE، یه دونه اولترا. با در واقع اپل واچ های سری 11 شروع کرد که نسبت به نسل‌های قبلیشون 2 برابر در برابر خط و خش و در واقع این اسکرچ و اینا مقاومه. از اون ور در واقع مثل دیگه در جریان این که اپل واچ ها چیکار میکنن دیگه، هی فیچرها هم بیشتر میشه. هم مثل یک پزشک برای شما عمل میکنن، کار میکنن، هم مثل یک مربی ورزشی، هم به کمک هوش مصنوعی و هم به کمک فیچرهایی که بهش اد میکنن. از واچ 26 در واقع این اپل واچ ها بهره برده شده. یه آپشن جالبی که به اپل واچ سری 11 اضافه شده این هایپرتنشن، فشار خونشه که بهش توضیح داد که اصطلاحاً بهش میگن هایپرتنشن. به این شکله که از طریق جریان‌های خونی که توی رگ‌های شما اتفاق میفته میاد فشار خون بالای شما رو متوجه میشه. رونمایی از این اپل واچ ها برای من خیلی جالب بود. همیشه
در جریان دیگه سامسونگ اون کمپانیه که توی روایت کردن و داستان سرایی توی مراسماش معروفه. اپل معمولا خیلی حرف اضافه نمیزنه، سریع میره سراغ محصولاتش. اما توی معرفی اپل واچ ها این رونده رو یکم تغییر داد. اومد توضیح داد از اینکه این ساعت‌های هوشمند به چه شکل تونستن زندگی یک سری افراد رو به کمک همین ستلایت، این چیز ستلایتش که وصل میشه به صورت ماهواره‌ای و میتونه پیام به اورژانس بفرسته رو در واقع پروموت کرد که مثلا توی برف گیر کردن یه سریا گوشی نداشتن و به کمک این ارتباط ماهواره‌ای و به کمک این ساعت‌ها تونستن نجات پیدا بکنن، یا فشار خون اون یک آدمی رفته بوده بالا و بهش آلارم داده و اورژانس خبر کرده. این روایتی که توی معرفی اپل واچ ها این دفعه توی این ایونت گفته شد بسیار جالب توجه. در ادامه رسید به اپل واچ SE 3. گفت از چیپ S10 توش استفاده شده، یه ویژگی داره به اسم Always on Display که دیگه لازم نیست صفحه‌ش رو تاچ بکنیم برای اینکه بتونید ساعت رو ببینید. این باعث میشه که باتری رو بهتر نگه داره. یک ویژگی جدید دیگه بهش اضافه شده، اونم اینه که شما میتونید مدیا یا موزیک به کمکش پخش بکنین توی فضا. اون ویژگی های عادی دیگه ای رو هم که ساعت های هوشمند انجام میدن داره. مثلا به خواب شما، کیفیت خواب شما اسکور میده، 2 برابر نسبت به نسل های قبلی سریعتر شارژ میشه، تا 18 ساعت شارژ نگه میداره و نهایتا هم اولترا 3 اپل واچ اولترا 3 رو معرفی کرد که دیگه همون قول همیشگی دیگه، تا 48 ساعت باتری برای شما نگه میداره. اون ارتباط ماهواره‌ای رو دابل کرده، 2 برابر کرده، توش قوی تر کرده. دیگه همون ساعت گرون گنده هست دیگه که دیسپلیش هم صفحه نمایشش هم بزرگترینه در واقع توی ساعت‌های هوشمند اپل و اینم خلاصه ساعت‌های هوشمندی که توی این مراسم معرفی شدن. این هم از خلاصه مراسم معرفی آیفون های 17. دیگه گفتم بهتون دیگه 4 تا آیفون معرفی شد، ایرپاد پرو معرفی شد، 3 تا اپل واچ معرفی شدن. بخش اپل واچ رو من خودم خیلی چون تا حالا اپل واچ نداشتم با ذوق براتون نگفتم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. توی کامنت ها برام بنویسین اگر شما میتونستین از بین 4 تا آیفون 17 که معرفی شدن و 3 تا اپل واچی که گفتم براتون یه دونه رو انتخاب بکنین کدوم بود. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر سوالی دارین تو کامنت ها برام بذارید. تا یه ویدیو دیگه، 2 ساعت دیگه که نصف شب شد. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.